خوبم، امیدوارم که روبرو بشید. ما 3 نفر با کانال جدیدمون، کانال ماچکلز اومدیم تا ویدیو خیلی چالشی و خفن میگیریم. ماچکلز. من رضا هستم، امیر هستم، احسان. ما 3 تا قراره که کلا یه فصل جدیدی رو توی یوتیوب فارسی درست کنیم. واقعا قراره بهتر کنیم. اولین ویدیو یوتیوبمون هم که امشب قراره بریم چی تست کنیم داداش؟ باید بوق بذاریم. بیزه قراره بریم بیزه گوسفند دنبالان. حالا بعضی بهش میگن خواهیه، مثلا بریم تست کنیم ببینیم هر جایی هم که میریم قراره فقط یه سیخ امتحان کنیم. چرا یه سیخ؟ من دوست دارم. حالا فعلا بودجه به نظرم خیلی خوشمزه باشه. حمایت کنین از دنبالان آیتم هایی که قراره تست کنیم هم بگین چیه. چه آیتم هایی قراره که توی نمره دهی تاثیر داشته باشه. خب مثلا رنگش، بوش، طعمش، نوع پختش، قیمتش هم خود 100% تاثیرگذاره. باید ببینیم که به چه صورت. اینکه کشتار روز باشه، گرم باشه، اینا همه. البته یه چیز دیگه هم هست. کلا گرگان شهریه که میشه گفت پایتخت کبابی ایرانه. فکر کنم بگی پایتخت خواهیه. پایتخت کبابی ایران. آقا هر چی بخوای تو گرگان کباب چکه. الان نه احسان. تخم مرغ. آقا احسان اومدی ببریم. آقا برو بریم. بیا بریم آقا، بیا بریم. آقا ما قراره که دنبالان‌های گرگان رو تست کنیم. خب ببینیم که چجوریه، طعمش چجوریه. عالی پرتقالی. دنبالان الان داری احسان؟ یه سیخ دنبالان اولین جاییه که دنبالان نزدیک بیا فیلم بگیر. بیا ببین چجوریه دنبالان. خیلی ها ندیدن. برو. بذار دنبالان رو بیارم. به این میگن بیضه نمکی. به همون خواهی خودمون. آره. برو از این بخوایم از اون بگیر نور میفته. بسیار هم زیبا. به بخوری تو؟ روش بو داره. سنگین نشه برات. احسان اینا کامل اصلاح شده دیگه، موینا که نداره که. پاک. من یه رفیق داشتم میگفت مثلا ممکن بو وایتکس هم بده. بو وایتکس. چرا من بو وایتکس بده؟ بیا جلو بیزن. بو وایتکس بده. وایتکس. به به. احتمالاً تازه نبوده اگه بو وایتکس داده. وایتکس نمکی. تازه. به به. دستور پختش اینو من میخوای بگم. آره اگه دستور پختش هم خواهیه به میزان لازم. یک پیمونه. یه سوالی الان این چپ بود یا راست بود؟ چپ بود دیگه. چپه؟ بعد چپا میگم بزرگتره اصولا. چه علت اینکه چپ بزرگتره چیه؟ نه این بیشتر شبیه وایکاسه. ازش هم فرق میکنه. آره. ولی یه سوالی، این وقتی که خالی میشه میزنن میکشنش یا پره؟ الان چجوری باید بفهمیم پره یا خالیه؟ چون وقتی قبل از اینکه کشتنش معلوم نبوده که پر بوده یا خالی. ترس شاش بند میشه اول. آفرین، نکته مهمه. خب باشه بس بریم آقا ببینیم چه طعمش. بریم که ببینیم طعمش چجوریه. باز دوباره برگشتیم. با کسی میاد مثلا بله؟ سوال. آقا احسان آیتمای دیگه هم داره گوسفند که بشه. منظور از آیتم چیه؟ آیتمای دیگه که بشه قابل خوردن باشه. کسی میاد بگه که مثلا من کیلو گوسفند میخوام. هست؟ دارین؟ خوش گوش اینا دیگه. بغیر از خوش. پستانم میگن دیگه. پستان میمی. پستان نخوری بهتره دیگه. چرا؟ پستان بزرگ میشه. شیر تولید. مادر رفت سینه قبرستون. بعد به نظر تولید شیر میکنه احتمالاً. ما میخونیم یه چینی‌ها از چیز عجیب تر. فقط خودم. حواسمون از همه رو چیز میکنیم. ادیت در میاد. اینا رو تو مواد ادیت در میاد. همش ادیت. تو مواد میخوابونی یا نه مثلا سوال. من نمیدونم همه این ادیت همش ادیت در میاد. یک پیمونه دادن خواهیه. نه ولی خوب داره. ولی بیا ولی اصلا خیلی قشنگ شده. خیلی آره. من احساس میکنم که قشنگ دیگه این پخته
بعد این اصولا باش چی میچسبه بخوریم؟ این شرب خمر. متاسفانه حرومه. آب خالی و این چیزا میشه آورد. بعد اینا طعمای مختلفی داره یا نه فقط نمکیش هست؟ فقط ما نمکیشی داریم اینجا. پیاز جعفری، سرکه نمکی. خارجی الان بخواد بیاد مثلا چی باید بگه که با دستم اشاره کنم ما بفهمیم. همینجوری دو تا اینجوری کنم ما بفهمیم چی میخواد. شاید موضوعش چراغ باشه مثلا. آره نه دیگه خب وقتی اومده کبابی قطعا چراغ نمیخواد، قطعا باید بگه بالز. آها مثلا الان آماده است؟ آماده؟ همینجا خیلی خاص هم داره. خب آخر بهش بفروشیم پودر پوست خایه موش. نه پودر پوست خایه موش. اینجا گرگانه دیگه، اینجا شهر موش میگیریم ما چیز می‌کنیم درست می‌کنیم خود ما دیگه. آقا همینجا گرد. بعد فرآیند خوش شدنش، فرآیند خوش. خود درگیر سه تا کسفور شما به عنوان مشتری این کبابی تو چی می‌خواید داداش؟ عجب خایه‌های قشنگی چه خایه‌های زیبایی. خوردی راضی بودی؟ ببین چی من بعد میگم که آقا رهگذرا همه حواس خایه کرده انقدر که ما دیگه اینجا چیز کردیم همه میریم که داشته باشیم سرویس. برو بریم آقا. آره خب من منتظرم که خایه بیاد. از این گربه هم بگیر خیلی باحال. میاو میاو میاو. همین. فقط خواستم هم یه تیکه نشون بدم بهت. مثلا به نظرت این گربه هم میخوره خایه گوسفند؟ نه پس فقط ما میخوریم. یه تست بزنیم ببینیم چه بابا. چه خوشش اومد. یه دونه هم بهش میدیم. آره. صندلی شکست. هوا بکش میشکست. دوستان ببینید آداب خاصی داره یا نه؟ زحمت یکم میین جلوتر. نگاه کن اولیو بخور تو ببین چه مزه‌ای میده. چجوری بافت چجوریه بافت. عالی دهنم ما افتاد. انگار داری گوشت بره می‌خوری. با کجای گوسفند قابل مقایسه است این قسمتش به نظرت؟ طعمش که همون طعم بوی خایه هیچ فرقی من حواس کردم. بخوریم بیا. اصلا خیلی بیتیه. الان به یکی اصلا نگی که آقا این چیه؟ آب خایه. ببین طعمش 20 عالی. میگم تلخ میزنم. نه خب تلخیش احتمال افتاد دهنم زیر زبونه. نه تلخیش کن به خاطر همون دیگه. وایتکس میده. آب شوش نداری؟ نه آلت هم دارم بچه‌ها. آلته این آب خیلی خوشمزه است. آقا شما چه نمره میدیم بگید؟ من واقعا نمره بالایی میدم. من واقعا 3-4 سیخ میخوام ببرم خونه. خیلی خوب. خیلی خوشمزه بود. اصلا از این بعد آب فقط داره. یه طعم بال بهت بگم اینه. یه دونه نخ کنید سوراخ می‌بینه گردنبند، یکی خود آقا قرعه کشی. یکی سلطان خایه آمد. این خوب بود. برو بریم آقا اوکی. باله. حالا کی انتخاب میشه؟ ارسلان. بیار. بیار. جوال لوز داری؟ نزدیک کردنه؟ خب دوستان نظرتون چی بود؟ آقا به نظر من یه سیخ کمه. خب یعنی اگه می‌خوایم بیاین اینجا قشنگ کم بعد 4 سیخ نمی‌کنم. اصلا واقعا چون خیلی سنگین بود. یه مقدار بوی وایتکس میده که اصلا مشکلی نداری. اگه بالاخره طبیعیه شما که چنین چیزی می‌خوای بخوری بعد پی این چیزا رو به تنت بمالی. ولی اینکه ما اصلا همینجوری دهنم داره آب تولید میکنه. حالا از بعد خوردن اینه که داره اینجوری میشه. وایتکسش بود. به خاطر تو دهنت آب افتاده. دوستی باز بخوری. دوستی تا تهش می‌خوره شد. آها. اینم هست. اینو نصف خایه دیگه داخل. خب خلاصه مزهش و اینا رو بگین. خیلی خوشمزه بود. من اگه بخوام نمره بدم تا اینجا نرم بود. بافتش فوق تازه بود. به نظر من همین بعد از ظهر اصلا کشته بودنش. یعنی اصلا قشنگ خیلی خوشمزه. مقدارش هم خوب بود. بزرگ بود. بنده خدا برای کار برداشتن آوردن. پر بود. تا یه ساعت پیش داشت. بقول آقا احسان داشت. تا یه ساعت پیش راست بوده. الان اینجا به سیخ کشیده شده. داشت استفاده میشد ازش. خلاص آقا بریم جای بعدی هم تست کنیم ببینیم به چه اسمش شاید بد باشه ولی واقعا اینجوری نیست. خب من 1 2 3 میگم امتیازتون رو بگید. آره برو. از 10 اینجا 3
2 1 من 8.5 من 10 میدم. من 8.5 من میدم 10 واقعا. به خاطر اصلا خدایی حجم، کیفیت، تازگی، بوی خوب، آبدار بودن، اصلا همه چیش من به خاطر برو بریم سراغ بعدی، نفر بعدی. برو داشتم حرف می‌زدم. ببخشید. به خاطر اینکه یک کم طعم اسپرم میداد. گوسفندش رو کار گرفتن. همون افتاد نصیب من شد. مرسی. برو بریم آقا.